گایز، چطور نیستان؟ خوش اومدید به یک ویدیوی جدید و خفن دیگه. توی این ویدیو قرار بهتون آموزش بذارم که چجوری شما بتونید با استفاده از یک روش هک اکانت پابجی موبایل رو روش رو یاد بگیرید و دیگه از اون هر اکانتی که دلتون میخواد رو هک بکنید و جلوتر بهتون توضیح میدم در موردش و بهتون میگم که چجوری هستش و کاملا توضیحاتش رو میگیم از 0 تا 100 تا همه چیزش اوکی بشه و دیگه کاملا توضیحاتش رو بدونید، چون یه سری توضیحات داره که خیلی خیلی مهم هستش که باید بدونید و یه جوری میشه گفت آموزشش اینجوری هم هستش که میتونید اکانتی که از شما دزدیده شده رو برگردونید و اینکه هک اکانت دیگر هم داشته باشید و هم اینکه اکانت دزدیده شده رو برگردونید. دو تا کاربرد خفن داره که حالا توی ادامه ویدیو بهتون توضیح میدم چجوری هستش. پس حتما تا آخر تماشا کنید، چون این ویدیو واقعا خیلی نکته داره که اگه این نکته رو ندونید نمیتونید این کار انجام بدید و اصلا ویدیو جلو نذارید. بهتون میگم دیگه خیلی نکته داره این ویدیو تا همه نکته رو بفهمید و وقتی که همه نکته رو بفهمید دیگه میتونید خیلی ایزی و راحت همه کارو انجام بدید و اگه اکانتتون دزدیده شده برگردونید و این دیگه هک اکانت دیگه هم داشته باشید. قبل از اینکه ویدیو شروع بکنیم حتما ویدیو رو لایک بکنید، کانال سابسکرایب بکنید، زنگوله کار سابسکرایب بزنید تا رقابتون ویدیو گذاشتم اولین دفعه ویدیو رو ببینید و حال کنید. اینستاگرام مصطفی میاد، همین اینستاگرام فالو بکنید. بریم با هم دیگه ویدیو شروع بکنیم و بهتون آموزش بدم که چجوری شما با استفاده از این روش اکانتی که دزدیده شده رو برگردونید و هک اکانت دیگران رو داشته باشید. Let's go. خب رفقا، الان اومدیم بهتون این روش رو بگیم که چجوری هستش و در موردش بهتون توضیح بدیم. رفقا من وقتی در مورد این روش و موضوع هک اکانت دیگران در پابجی موبایل رفتم سرچ کردم تو یوتیوب، چند تا ویدیو برام آورد و وقتی ویدیو یوتیوب انگلیسی رو میدیدم یک روشای میذاشتن که حالا بهتون توی ویدیو میگم. رفقا این روشا اینجوری بود، یک سری از اونها میومدن توی قسمت، یعنی همون توی سایت رسمی خود پابجی موبایل که دیگه خودتون میدونید سایت رسمی پابجی موبایل کدوم هستش، اگه میخواید براتون لینکشو میذارم. میرفتن توی سایت رسمی خود پابجی موبایل و اونجا توی قسمتی که باید درخواست بدن به پابجی موبایل میتونید درخواست پابجی موبایل بدید برای آنبن کردن یا هر چیزی. توی اون قسمت درخواست اونها آیدی طرفو میذاشتن و یک سری از کدا رو بهش اضافه میکردن، یک سری از رمزا رو بهش اضافه میکردن که خاص بودن و یه جوری رمزای خاص و کدای خاصی بودن که اونجا میذارن به همراه آیدی طرف و وقتی اونها درخواست رو ارسال میکردن بعد از یک روز براشون اکانت میومد و اکانت براشون هک میشد. واقعا اما یه روش بومی بود که خودم پشمام ریخته بود و دیگه بهتون توضیح دادم چجوری هستش. بازم خلاصه براتون میکنیم. میرفتن تو سایت رسمی خود پابجی موبایل و اونجا توی قسمت درخواستا که باید پابجی موبایل بدید، توی قسمت درخواستا آیدی طرف که می‌خواستن هکش بکنن، نه آیدی طرفی که می‌خواستن هکش بکنن رو می‌ذاشتن تو درخواستا و اونجا یه سری از کدا و رمزها رو می‌ذاشتن و بعدش که یه سری از کدا و رمزها رو می‌ذاشتن به اضافه آیدی طرف اونجا درخواست رو ارسال می‌کردن و بعد از یه روز براشون اکانت هک می‌شد. اینجور ویدیویی رو اونا گذاشتن تو کانال خودشون و گفته بودن که شما میتونید با استفاده از این روش هر اکانتی که دلتون میخواد رو هک بکنید. که حالا من اومدم توی ویدیو بهتون چی بگم رفقا؟ اومدم توی ویدیو بهتون بگم که اگه شما دوست دارید من براتون این روش رو تست بکنم، حتما تو کامنت بهم بگید. که دوست دارید من این روش رو امتحان کنم و تست کنم یا نه. اگه درخواستاتون توی این ویدیو زیاد باشه و بگید که هک کن و برو تست کن، میرم با ویدیو تست میکنیم و ویدیوش هم براتون میذاریم. فقط باید این ویدیو رو بتکنید و حمایتتون بالا باشه رفقا، چون اگه درخواستاتون بالا نباشه دیگه هیچ چیزی نمیرم که بذارمش. اگه درخواستاتون بگید که نذارید براتون نمیذارم، اگه بگید بذار براتون میذارم رفقا، خیالتون راحت. و چند تا ویدیو بعد میریم با هم دیگه تست میکنیم. اگه حمایتتون از این ویدیو بالا باشه و تو کامنت بگید که بذار، چند تا ویدیو دیگه هم تستش میکنیم و این روش رو ببینیم میشه با استفاده ازش آیا اکانت رو هک کرد یا نه، چون واقعا من خیلی خفن بود و توی ویدیوش واقعا هک کرده بود. خیلی واقعا روش خفنی بود، من خودم پشمام ریخته توش. اگه شما دوست دارید حتما تو کامنت بگید رفقا و کانال سابسکرایب بکنید و زنگوله کار سابسکرایب بزنید که هر موقع امکان داره براتون ویدیو تست هک اکانت پابجی رو براتون بذارم ویدیوشو. پس همین الان کانال سابسکرایب بکنید و زنگوله‌شو بزنید تا هر موقع براتون ویدیوشو گذاشتم، ویدیو امتحان کردن هک اکانت دیگران روششو، حتما با خبر باشید و ویدیوشو ببینید. خیلی مهمه رفقا، حتما کانال ساب کنید که خیلی کار خفن قرار انجام بدیم و نظرتون تو کامنت بگید که براتون بذارم این روشو و تست کنم با هم دیگه، تست کنیم با هم دیگه یعنی و امتحان کنیم ببینیم آیا واقعا این روش جواب میده یا کاملا دروغه یا راسته. همه تو کامنت بگید که براتون امتحان بکنیم. هر سوالی دارید تو کامنت ازم بپرسید، همه رو میخونم و جواب میدم. هر سوالی دارید تو کامنت بگید رفقا، عشق منید. دیگه بهتون گفتم دیگه رفقا این روش اینجوری هستش. هر موقع کامنتاتون بیشترشون گفتن که این روش رو امتحان کن، میریم با هم دیگه امتحانش میکنیم و تستش میکنیم و ویدیوشو تو کانال یوتیوبمون که همین کانال هست براتون میذاریم. عشق منید. این ویدیو هم دور صفحه میاد، حتما ویدیوشو ببینید که تو ویدیو طرفدار خفن در مورد پابجی موبایل هستش. دوستتون دارم خیلی زیاد. تا ویدیو بعدی میبینمتون. پیس اند لاو.